کرونا بیماری میباشد که ما باید پیش از آنکه به این بیماری گرفتار نشیم باید محافظت کنیم خودمون رو. نه ندارم. من قدرش هم میدونم که کرونا ویروس این بیماری خطرناک است. دیگر اون چیز نمیدونم. معلومات داریم که این یکی از نمادهای ویروس است که کرونا ویروس نامیده‌اند و همه دنیا را حاضر به تشویش آورده است. کرونا ویروس این یکی از نوع‌های بیماری است که این اولین مرتبه در جمهوری مردمی چین در شهر ووهان که اصل پیدایشش در آنجا هست و امروز که قریب در 90% کشورهای جهان ما با این بیماری میخوریم. فکر ما که بیزنس است. این پروستا بیزنس است تمام. درباره کرونا ویروس همه روزه اخبار این تایید است. از اون جمله ما شخصای متصدی در محله که هستیم نسبتی کار برده شدیم، فهمانده شدیم. پیشگیری اون را در نظر داشت و کیسیم، فهماندگی کیسیم. گفتم که در شهر ما حالا نیامده است و از این باید ما پیشگیری کنیم. آمدنش هم ممکن. کرونا ویروس که اول دمی شما خطای میگه ما چین میگیم دمی چین چی برآمد و بسیار مردم در چین چی شدن. مردم مصاب به کرونا ویروس شد. بسیار مردم یک ویروسی بود که زود انتقال میکرد به مردم. بسیار مردم در چین مبتلا شدن. بعد از او در کشورهای دیگه مثل ایتالیا و فرانسه و اینجا هنوز هم یک مشکل بزرگ است. مردم مبتلا میشن. بسیاری کسا مردن، بسیاری کسا جور شدن. معلومات داریم الحمدلله. خدا بشکر. مثال خانه را تازه نگه داشتن، سر و لباس جای خوب، اما ظرفایی که مثلا ما خوراک میخوریم دست رو با اسپریت دیگه شستن. باید به تازگی بیایم. با آدم کسلمند مثلا نزدیک شدن در کار نیست، 1.5 متر 2 متر نقاب پوشیدن در کار، با جای جمعیتی آدم بسیار باشد رفتن در کار نیست. در مدت‌های کوتاه دست خود رو با صابون بشورید و باز این چنین دست خود رو به چشم، به بینی خود، به دهان خود نزنید و باز این چنین از ماسک استفاده برید. تدبیر اندیشیده ای فقط تازگی یک اولا که هم وقت باید دست باید که با موادهای و چی میگن سپیتی شستن در کار بعدا بیهوده گشتن در کار نیست. با تازگی رعایت کردن؟ ما باز آگاهی و یارا گرفتیم دیگه بسیار کم میبریم. بسیار وقت بود ما در خانه بودیم با وجودی که فضل خدا شکر در تاجیکستان اینجا کرونا ویروس ثبت نشده، کیسش نیست، وجود نداره، مگر بازم تدابیر گرفتیم کمتر میبریم بیرون، زیادتر در خانه میباشیم و دستای خود بسیار میشویم با آب و صابون و آنتیسپتیک و این گپا. الحمدلله خدا بشکر در دین اسلام همه چیز پرهیزه. ما در یک روز 5 وقت دستمون میشویم. شکر خداوند. باید کسل دمو اومد در تاجیکستان باید یگان وای نکنه. در جمهوری ما که همین به قید گرفته نشده است و شما بارین من هم نقاب نداشتم. نقاب من در کابینت مونده است. در خانه مونده است. یک کمی مطمئن هستیم که فضل خدا نیست در چی نیست در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، ثبت نشده. اگر بندی میگم مثلا یک بار برآمدی ایواز کردن در کار. این خیلی زورمون نمیرسه که هم وقت ما هر یک کار یا بزرگ برآمدن اگر ایواز کردن در کار باشه ما زورمون نمیرسه که هر روز ما وای مسکه علش کنیم. شرایط نمیرسه. این خیلی مبلغ در کار برای همین ما اول خوبش که